فیلمی که خیلی‌ها رو عاشق سینما کرد، فیلمی که خیلی‌ها رو فیلم بین کرد، فیلمی که موسیقی اون تو ذهن و قلب خیلی از ما حک شده. معرفی فیلم سینما پارادیزو. 12 years ago, master filmmaker Giuseppe Tonatore won the Academy Award for Cinema Paradiso. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من حمید عباسی ام و امروز اولین ویدیوی خودم قراره داخل کانال یوتیوب خودم آپلود بکنم. خب قبل از اینکه بریم سراغ معرفی فیلم ازتون میخوام که اگه هنوز کانال من رو سابسکرایب نکردین اون دکمه قرمز رو بزنید و سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که هر موقع من ویدیویی منتشر کردم شما مطلع بشید و تشریف بیارید اون ویدیو رو تماشا بکنید. فیلم سینما پارادیزو محصول 1988 ساخت کشور ایتالیا، یه فیلم ناب ایتالیایی. کارگردان جوزپه تورناتوره، موسیقی موریکونه. خب آدم دیگه چی میخواد از سینما؟ بشین این فیلمو ببین و فقط لذت ببر. داستان در مورد یه پسر بچه است به نام توتو، یه پسر بچه 8 ساله که عاشق سینماست و همیشه میره سینما پارادیزو. آلفردوه، کسی که در ادامه این داستان با توتو دوست میشه و باعث اتفاقات خیلی مهمی توی زندگی توتو میشه. جالبه بدونید توتو توی این فیلم فقط 8 سالشه و از بین 300 تا پسر سیسیلی انتخاب شده برای این نقش. سیسیل لوکیشن این و زادگاه خود کارگردان جوزپه. این فیلم فوق‌العاده و جذاب رو من به شما معرفی میکنم. اگر این فیلم رو دیدین حتما نظرات خودتون رو توی کامنت بنویسید تا بقیه بتونن از نظرات شما استفاده بکنن. من تک تک کامنت ها رو میخونم. اگر این فیلم رو ندیدید حتما تشریف ببرید این فیلم رو ببینید، عشق کنید، صفا کنید و بعد برگردید و نظرات خودتون رو اینجا برای ما بنویسید. اگه از این سبک از ویدیوها خوشتون میاد، اگه دوست دارید فیلم‌های بیشتری رو معرفی بکنم، حتما کانال رو سابسکرایب بکنید و اون زنگوله رو بزنید تا به محض اینکه ویدیویی منتشر کردم شما مطلع بشید و تشریف بیارید این ویدیو رو ببینید. خیلی مخلصم.